دیزی غمای تو در میگیرم از الان دیدایی تر میگیرم دیزی غمای تو در میگیرم از الان دیدایی تر میگیرم کاش روزی بشوی پس منو زندگی رنگی دیگر میگیرم گل ناز بیا همدم و همراز منم افتونی آن چشمای پرناز بیا یارم گل ناز. صدیقلان عزیز سال نوتان مبارک باشد. تشکر زیاد. واقعا این برای ما غیر انتظار بود که شما رو در همین وقت در دوشنبه ببینیم، چون طول چند سال اخیر شما به وقت تجلیل سال نو در وطن نیستید. چی شد که در سفر نیستید امسال؟ شما درست گفتید تا یک چند سال اخیر من فقط در عرفه سال نو در سفر بودم و این سال تصمیم گرفته بودم که در عرفه سال نو یک کنسرتی سرودهای تازه خود رو در وطن خود در دوشنبه برگزار کنم و ولی افسوس با بعضی سبب‌های تکنیکی ما نتوانستیم که در این عرفه سال نو این کنسرت رو بگیریم و انشالله در پی اون هستیم و روزهای نزدیک انشالله اعلان این کنسرت هم برای مخلصان دسترس می شود و انشالله بزودی در خدمت مخلصای عزیز خود در تاجیکستان می باشیم. همین سال هم با اون خاطر ما است به فکرم در ایجادات شما که شما همراه با آوازخوان خوش‌صدا غزل ترانه کرامت‌الله قربان شد روان رو بازخوانی کرده و تا کجا شما انتظار داشتید که مثلا این آهنگ میتونه موفق شود؟ وقتی که با غزال تصمیم دو صدای خواندن رو گرفته بودم من 100% باور داشتم که هر چیزی که من با این هنرمند خوبی افغان و هنرمند خوش صدای افغان اجرا کنیم 100% به مردم پسند میاد. این یک باوری در داخل من، چون همیشه در راه صنعت یک چیز مهم است برای هنرمند، همیشه باید به خود باوری داشته باشه. راستی گپ تو این درجه در تاجیکستان شهرت شدن این آهنگ رو فکر نمی‌کردم راستش بگم، لیکن خدا را شکر که در هر جایی که میرم در محفل ها حتی تفلکانی خورد که 2 سال دوران 3 سال دوران این آهنگ از بر میدونن از یاد میدونن و این برای من یک خوشبختی بزرگ است. جان من قربان یک خندیدن و نازیدن لب به لب بنهادن و از شور دل لرزیدن جان من قربان یک خندیدن و نازیدن لب به لب بنهادن و از شور دل لرزیدن عمر من قربان آن ساعت که از بوسو کنار با هوای ضرب دل بالیدن و رقصیدن. مخلصاتون نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از تاجیکستان هم خیلی زیاد است و شما با برنامه‌های کنسرتی برآمد میکنید. فکر میکنید در کدام کشور بیشتر مخلص داره؟ من فکر میکنم طی سالهای اخیر در مابین فارسی زبانان دنیا سرودهای من کمی هم باشد جایگاه خود را پیدا کرد و این یک بردی من است و فعلا باز کمتر چی میگن تماشابینان من زیادتر شدن و این با من باید باز کوشش کنم که در مابین دیگر مملکت ها طرفدارای خود پیدا کرده باشم و این پیش از همه از من طلب میکنه که من با زبان های مختلف آهنگ ها سرم. شاید همین محبت نسبت همین مردمی فارسی زبان بود که در همین سال هم بازم شما با جانبک مرادov و با جورابک مرادov یک آهنگ سگانه سرودید. بله، وقتی این آهنگ سراییدیم و استاد پیشنهاد کردم من خوشبخت شدم، چون که وقتی من خردسال بودم و از طریق تلویزیون استاد جورابک مراد می‌سراییدم و من مخصوصا آهنگ زلیخا رو از یاد می‌دونستم و این آهنگ با خود زمزمه می‌کردم در بچگیم و امروز خداوند و من این خوشبختی رو نصیب کردم که من با استاد و با پسرشون در کناری هم ایستاده یک آهنگ فکر میکنم بسیار آهنگی خوب و پرمضمون برای همه فارسی زبان‌های دنیا سراییدیم. از بار زمان آر می باید داشت، از صحبتشان کنار می باید داشت،
از پیش کسی کار کسی نکشاید امید با کردگار می باید داشت تا جای ما میدونم موچل شما هم میمون است و سال آینده مثلا سال میمون است خدا کنه که میمون بازی میمون شود. اما از همین جانور کدام خصلت ها را شما در خودتان دارید؟ میمون گفت شما یک حیوانی چولک است من فقط با این چیزا اونقدر چی ندارم راستی گپش نه من فکر میکنم هر یک شخص خداوند هنر میدهد و فکر و عقل و همه چیزی که هست در بدن انسان اون خداوند عطا میکند و در زندگی فقط شخص از خود وابستگی میکنه که چقدر پیشرفت میکند و چقدر در کارهای خود موفق میشود و من فقط آرزو میکنم که سال آینده بسیار سال خوب شود چون که سال 92 اولا بگیریم در سال میمون بود و بسیار سالی بد بود برای مردمی ما شخص هم برای ما و برای همین من آرزو میکنم که این سال میمون که آینده میبیاد بسیار سالی خوب شود. از چی میترسی گلم من همینجا پیشتم دوست دارم بدونی که من هنوزم عاشقتم نبینم غم تو چشات بشینه یار گلم آخه تو میدونی که من خیلی کم